اونا منو کشتن و بارها و بارها این کارشون رو تکرار کردم. اونم وقتی که من هیچ کسو نداشتم و تنها بودم. ایول بردم رسید. متاسفانه میکروفون من توی این ویدیو خراب شد و من توی این ویدیو یه لال مادرزاد بودم. برای همینم مجبورم تا آخر ویدیو اینجا باشم و به شما توضیح بدم چه اتفاقاتی افتاد. میکنه. آقا شروع شد. الان دارم این یارو رو رفیقم رو کنترل میکنم که بیاد اینجا پیش خودم، چون من حدودا 32,000 بلاک اونورترم و برای همین باید از تو ندر اینو 4,000 بلاک بکشونم بیارمش اینجا. یه خورده بدبختی داشت ولی خودتون ببینید اینجا رو. ندر ببم 0-0. اینجا هم داشتم بازیو میبستم برم شیر اسکرین جب که آره دیگه همه فهمیدن من کلش رویال خودم لود نشده، شاید باور نشه. آقا چقدر لگه. خب اینجا بعد از نزدیک نیم ساعت داره میرسه و من میام پیشوازش که هدایتش کنم تو پورتال، چون این مسیر یه خورده با پورتال فاصله داره. میده آره دیگه. اینجا هم تقریبا برادر رسیده و الان میادش. ماد من ترکش کرد میاد اینجا یه لبی آره و اومدی دنبالم. خب بیا دنبالم بیا بریم منم بچه بابا من کلن یه گشتم شد. کلن دارم دمیج بکنم دیگه. من دو تا بوشت زامبی دارم دوره هم میزنیم. اینجا هم داشت خودکشی میکرد و من کمکش کردم هرچی باشه من رفیقشم و بعدش هم اومدم بهش بگم 2 تا کار داریم که هیچ کدوم از اون 2 تا کار رو من توی ویدیو انجام ندادیم چون پلنا عوض شد. من اکسه ببرم یکم فیلم باش بگیرم. مشخصه که اینجا هم دارم به یه بدوارز پلیر توضیح میدم که پامکین توی ماینکرافت به چه دردی میخوره. خب امرالد من داشت اینقدر سوروایو بازی نکردم یادم نمیاد چی. اوه یعنی مانی پامکین یعنی چون یعنی خب دارم فارم پامکین میسازم و جذابی نیست حالا فکر نکنم. شوگرکین هم پیدا کردم که ولی اینجا بوته نقش این چند تا تقریبا داره دیگه و توی سرور توبی توتی اصلا گیر نمیاد. یعنی بریم بگردین خودتون متوجه میشین که تا 10,000 بلاک پیدا نمیشه. اینجا هم رفتیم ویلیج دوم یه تمپل هم اون داداشمون لوت کرد و من 9 تا دونه همین دیگه. آره چیز تونستم توش پیدا کنم. وای دارم دمیج میشم. وای دمیج نشو پامکین پیدا کردم. آجی من باید ست اسما اینجا ست کنم. اوه وایسا عجب احمقیم میتونم غذا درست کنم. بودو من یکم جلوترم دورم ازت. دارم پامکینا رو جمع میکنم. ساوانا هم درک کن بیا. اینجا اون پورتال هست حاجی. آره پورتال رو ندیدم. حالا ما یه روی این پورتالی هم پیدا کردیم که تو چستش آیتمای خوبی بود و تا آخر ویدیو همینا تنم قبل از اینکه فول چیز بشیم. آره چند هزار بلاک دور بشیم. نه چند هزار بلاک. احساس ما میتونیم یه ویلیج به غیر از دزرت پیدا کنیم. غذا من 24 تا چیز دارم. نون بر برد. بعد میدونیم هر جا در حال مردن از گرسنگی بودیم همونجا یک
نوفالمون رو آف میکنیم میپریم پایین. ست اسپانمون هم سیف کن. اسپانمون هم سیف کن. همون ویلیجی میتونم. من الان 18 تا چیز دارم. 18 تا پومکین دارم. پومکین. خب من یه لحظه دوباره ببینم چقدر چانک صدا پایینه. داداش میدونی الان 5 سال گذشته از وقتی رفته میدونی چقدر هزینه برمی‌داره. هنوز هم داره پاش پول میده شاید باورت نشه. همیدن یه تاکتیکی زد که اوه یس اینجام برادر یه ویلیجی پیدا کرد که بغلش ویلیجرات پسته که بازم نمیدونست ویلیجرات پست یعنی چی و یه چیزی هست که کل کارا رو تو این ویدیو برادر داره انجام میده. حالا من یه خورده سعی کردم ولی اکثر کارا رو بالاخره برادر داره. اینجام داره به من آپدیت 1.21 رو توضیح میده. اصلا من که ازش خبر ندارم، یعنی یه بدوارز پلیر از من بیشتر میفهمه. آره این چیز نمیزنه. من سانم زده ببی پایین چند هزار 300 خورده. و یه چیزی من خودش انقدر ویدیوام داغون نیست که داری میبینین، به خدا از ویدیو بعدی جبران میکنم قول میدم. و الان هم جامپ اسپری خوردم مثل اون موقع و ساب کنید تو رو خدا، ویدیو بعدی جبران میکنم. آره از اونجایی که اون ویلیج خیلی جاش عالی بود، از همونجا شروع کردیم به کشت و کار و مشغول کار و شخم و آره هنوز هم اونجا زامبی هست. اسکلتون نمیتونه بایده. باز هم شوگیبکین پیدا کردم من میکنم داشت به درد میکنم 8 عدد شوگیبکین. این چیز چیه؟ چقدر FPS میگیری واسه؟ الان نمیدونم من دیروز ویدیوهایی زدم گفتن 1 FPS اینجام یه ویلیجر ترپ کرده بودم و حواسم نبود که اون پایین پر از ماب و من تورچ نذاشتم. مثل احمقام چرخیدم، اسکلتون ها اومدن از این زیر زدن زیر خواهی. آره این چندین تیبل میخوایی لول کنی؟ و اینجا برای اینکه یه خورده ویدیوم جذاب شه بهش گفتم بیا بریم مثلا آخر ویدیو من بهت بگم بریم یه پلیر بکشیم تو بیا بزن منو بکش، ولی من یه چیتی آن میکنم که برادر بیچاره میشه. پس چیز میکنی کجا پلیر باید پیدا کنی؟ همینجا من میام بهت میگم بعدش تو مثل من مثلا پیشم. آره من تلو ببین آجی نظرت بیای یه پلیر بکشیم؟ اوه گول خوردی
و تا آخر ویدیو هم هی اون میاد میزنه آره، منو تو میکشه رکورد من گذاشتی میزنم اونو اینو. میکشم و زیاد نیاز به آیتم دوبله ها نداره. برداشت. خودتون ببینید دیگه. شیلدت هم تکان دست نمیده. یه پی وی پی دیگه بدیم. دستم خود ایکس آن شد. یه نزن. آنتن تو در اومد، هم من تو رو کشتم هم تو من. اینم فایت نهاییه که تقریبا عادلانه برگزار شد و بیا تمومش کنیم. میخواستم کانتنت ویدیوم در بیاد این دیگه. پشمان بود وایستا. بریم هیتلر ببینیم. مینویسی اباب میده نمیذاره بنویسی. ایول. نمیاد تو چت ولی بنت میکنه. خب ببین. بیا. تو تبر دایموندی فقط یه خورده بیرون. نیستم واسه خب اومدم. بیا. یا رو زمینه پلایی نزن. بیا ات خود دلقش رو هوا میزنی چه به منو. بیای پایین دیگه. پایینم. بال خوردم چقدر شد. من نامردی آقا کلا سه تا چی دارم. من از غذا هم نخوردم از اول. پی وی پی چیز کنی. یه دقیقه نزن یه ثانیه. ایسا اینجا رو نکن. بالمو آن کرده بودم. من هنوزم میگم این ویدیو یه اتفاق تلخ بود. ادیتش خیلی داغون بود، واقعا عذر میخوام، خیلی هول هولی شد. اگه باور نمیکنین برین این دوتا ویدیویی که این بغل میان رو ببینید. کانالم ساب کن ایشالله.